اگر 33 روز سکس نکنی. علی مگه کسی هست که 33 روز سکس نکنه؟ بله. کی؟ من. چطوری؟ من تقریبا 33 سال سکس نکردم. تو که 27 سالته. درسته 6 سال قبل به دنیا اومدنم مامان بابام هم سکس نکردن. عالیه. این انرژی میاد بالا توی بین چاکرای 6 و 7. علی چاک 6 و 7 کجاه؟ بین چاک 5 و 8. بینشونه دیگه. عالی عالی عالی. لقاه انرژی پدر کیهان، پدر ما کیهانه، مادرمون هم زمینه. علی اگه من بخوام به یه نفر فوش بدم باید بگم زمین تو. میتونی بگی زمین تو، میتونی بگی مثلا زمین و زمان تو. حالا چی بگم؟ جهان تو میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خاندان تو. نکواروسی کی؟ واو. زمین خراب. در چاکرا بین چاکرای 6 و 7 با هم جیجیلی میجیلی میکنن میرسن به وحدت. سیاه جان میدونی چند وقته چاکرای 6 و 7 هم دنبال یه وحدت درستابی میگردن؟ یاد روزای اولمون افتاد. یادت منو دیدی علی انرژی درازی تو کردی تو چاک پنج من؟ اوه یادش بخیر. بعد قول دادیم گفتیم ما هم دیگه درازسامونو با هم بخوریم به وحدت برسیم. درازسامون مال آره ولی قرار بود 50 50 باشی تو فرار کردی. من بخشیدم علی. مهم اینه که الان به وحدت رسیدیم. درازوزتو میخوام علی. و این انرژی کندالینی تو علای 33 به مهره میچرخه و ضربه میزنه به زیر قده پینال. علی قده پینالم گرفت. وای علی سیاوش داره میچرخه. آره علی. مهرهای 33. آره کندالینی تو بگیرم. آره بگیر. الان کندالینی تو بگیرم. علی با آگاهی رسیدم. محتاجی به آگاهی داره. جهان درونت و جهان بیرونت یکی میشه و میرسی به وحدت. سیاه جان بیا کندال همو بگیری. برای چی؟ جهان بیرون و درون اون یکیشه دیگه. بگیریم برو اون بگیرش. وای این یعنی وحدت.